ندا اگه بهت 2 میلیون درهم پول نقد بدم باهاش چیکار میکنی؟ از 2 میلیون درهم تا 200 میلیون درهم فقط یه کاری میکنم، ویلا میخرم. اونم فقط تو این 5 تا منطقه‌ای که تو این ویدیو بهت میگم، چون هم قیمتشون حفظ میشه و هم رشد قیمتی دارن. 1 عربیان رنجز ها یا دولی. خانوادگی، خوش قیمت، مناسب خانواده‌های تازه مهاجر. شروع قیمت حدود 2.5 میلیون درهم برای تاونهاوس 3 خوابه. 2 نده شب و گاردن، منطقه آینده‌دار محبوب تمام ملیت‌ها. شروع قیمت از 4.5 میلیون درهم برای تاونهاوس 3 خوابه. سومی محمد بن راشد سیتی، لوکس و مدرن کنار دریاچه با ویوی برج خلیفه. شروع قیمت از 9 میلیون درهم برای تاونهاوس 4 خوابه. 4 محبوب خودم، پالم جمیرا، ساحل خصوصی، زندگی لوکس، جایی که نگاه کل دنیا روته و آرزوی سلبریتی هاست. شروع قیمت از 20 میلیون درهم. 5 امارات هیلز، جای شیخ‌ها و میلیونرهای دبی، مناسب آدم‌های خاص. شروع قیمت از 40 میلیون درهم. توی دایرکت بنویس من ویلا میخوام تا فایلی که فقط به مشتریای VIP نشون میدم و برات بفرستم.